فقط 10 دقیقه زمان بذار یه دسر آلبالویی بی‌نظیر درست کن. بدون فر، بدون ژلاتین. آماده ای با هم بریم درستش کنیم؟ برای درست کردن فیلینگ آلبالو 200 گرم آلبالو رو میشوریم. دومش و هسته‌اش رو جدا میکنیم. آلبالوهای تمیز شده رو داخل سسپن میریزیم. 60 گرم شکر، 10 گرم نشاسته ذرت اضافه میکنیم. نصف لیمو رو آبش رو میگیریم و حدود نصف قاشق غذاخوری آب لیموی تازه اضافه میکنیم. سسپن رو روی حرارت متوسط میذاریم. یک قاشق غذاخوری بهش آب اضافه میکنیم. مواد رو میپزیم و مرتب هم میزنیم تا یک فیلینگ براق و غلیظی به دست بیاد. حدود 5 تا 10 دقیقه زمان لازم داره. از رو حرارت برمیداریم، به ظرف شیشه انتقال میدیم، میذاریم تا کاملا خنک بشه. 100 گرم بیسکویت رو داخل غذاساز پودر میکنیم. 50 گرم کره ذوب شده بهش اضافه میکنیم. دوباره چند پالس میزنیم تا مانند خرده نان و خمیری بشه. یک رینگ یا قالب مربعی 15 x 15 سانتی متری را با کاغذ روغنی خوب میپوشونیم. خرده بیسکویت ها را داخل رینگ میریزیم، خوب فشرده میکنیم، بعد داخل یخچال میذاریم تا کاملا سفت بشه. برای پودینگ 750 میلی لیتر شیر رو داخل یک قابلمه کوچک یا متوسط میریزیم. 60 گرم شکر، 8 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت میریزیم. حتما از قاشق‌های اندازه‌گیری استفاده میکنیم. 200 گرم خامه صبحانه یا سنگین رو اضافه میکنیم. با همزن دستی کمی هم میزنیم. روی حرارت ملایم متوسط میذاریم. مدام مخلوط رو هم میزنیم چون سریع تم میگیره و گوله گوله میشه. حدود 7 تا 8 دقیقه میپزیم. هم میزنیم تا زمانی که مخلوط غلیظ بشه. در آخر پختم حرارت رو خاموش میکنیم و نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنیم. 10 دقیقه اجازه میدیم تا کمی خنک بشه. مدام هم میذاریم تا پوسته نبنده. 500 میلی لیتر از پودینگ رو در ظرفی جدا میریزیم. 1/3 از فیلینگ آلبالو رو داخل باقی مانده پودینگ میریزیم، کمی مخلوط میکنیم، بعد داخل قالب روی کراست بیسکویتی میریزیم. سطحش رو خوب صاف میکنیم. 10 دقیقه صبر میکنیم تا پودینگ کمی خودش رو بگیره. حالا قسمت دوم فیلینگ آلبالو رو روی پودینگ بسته شده میریزیم. « 500 میلی لیتر از پودینگ رو که کنار گذاشته بودیم روی مواد میریزیم. بعد سطحش رو خوب صاف میکنیم. باقی مانده فیلینگ آلبالو رو روش میریزیم. دسر رو به مدت 3 تا 4 ساعت داخل یخچال میذاریم تا خوب سرد بشه و ببنده. وقتی که آماده شد از یخچال بیرون میاریم، با خامه فرم گرفته و مربای آلبالو به دلخواه دکور میکنیم. خیلی آروم رینگ رو از دسر جدا میکنیم. اگر که دیدید چسبیده کمی دورش سشوار میگیریم. رینگ که گرم بشه خیلی راحت جدا میشه.
برای برش زدنم حتما چاقو رو گرم میکنیم، خشک میکنیم، بعد برش میزنیم. برای برش بعدیشم دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. اگر از این دسر خوشت اومد لایک یادت نره. حتما نظرت رو برام بنویس. سابسکرایب کن تا دسرهای بعدی رو از دست ندی. اگر دنبال دسرهای راحت و خوشمزه هستی حتما کانال رو دنبال کن. هر هفته آموزش‌های جدید داریم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه هم بودی.